میدونستی یکی از پروسه های موفقیت غیب شدن و دوباره ظهور کردنه؟ چطوری غیب شیم؟ چطوری زندگیمون رو در دست بگیریم؟ سرعت رسیدن به اهدافمون رو 10 برابر بکنیم؟ وقتی که به موفقیت رسیدیم چطوری ظهور کنیم؟ ببین، یه انرژی و سکوت فوق‌العاده توی تاریکی وجود داره که به تو قدرت میده قدم به قدم به هدفات نزدیکتر بشی. به خاطر همین هم است که قدیمی‌ها میگفتن توی تاریکی بشین و همه چی رو تو نور ببین. برای اینکه بهترین ورژن خودت بشی، برای اینکه بتونی زندگی تو در دست بگیری، برای اینکه یه لول اپ واقعی انجام بدی، باید یه مدت از محیط پیرامونت محو شی. چرا؟ چون این محیطی هستش که تو توش راضی نیستی. تو میخوای بهتر بشی، تو میخوای رشد کنی. پس بهترین راه غیب شدن، روی خودت کار کردن و دوباره ظهور کردنه. مرحله اول، نحوه صحیح محو شدن. افکارتو، اهدافتو، رویاهاتو برای خودت نگه دار. تنها چیزی که رازهای تو رو فاش میکنه زبون خودته. تو باید یک بار برای همیشه با دنیای بیرون کات کنی. برای رفیقات باید نامرئی باشی. رفیق دیگه وجود نداره. فقط و فقط یک استثناء وجود داره، اونم احتمالاً پارتنرته، دوست دختر، دوست پسر، خانم، همسر. کسی که واقعا میتونی بهش اطمینان کنی، کسی که 100% تو رو توی هر کاری ساپورت میکنه و کسی که واقعا میتونی فکر کنی که داره بهت یه مشاوره واقعی میده. برای افراد دیگه باید نامرئی باشی. وقتی ازت میپرسن چه خبر، چی کار میکنی، فلان کار رو داشتی انجام میدادی، در چه مرحله‌ای هستی، هیچ کدومو نباید جواب بدی. خبری نیست، مثل همیشه. شما چی کار میکنید؟ هیچی از خودت نگو. میدونم ساده نیست. فرض کن توی ماشین جدید خریدی، میخوای به همه رفیقات پوز بدی، ولی اینو باید برای خودت نگه داری، چون این همیشه هدف واقعی نیست و تو میخوای بالا و بالاتر بری. باید برای دیگران تبدیل به یک معما بشی. ببین، فقط و فقط داری اینجا به خودت یه درس بزرگ یاد میدی. داری به خودت میگی که نظر دیگران دیگه برام مهم نیست. تنها کسی که نظرش برام مهمه خودمم. اگر من یه ماشین جدید میخوام بگیرم، این ماشین رو دارم برای خودم میگیرم چون به خودم حال میده، نه اینکه مثلا رفیقام حس حسادت داشته باشن. چرا؟ چون اگر حس حسادت اونا برات مهم باشه، یعنی یک حسی از رفیقات برات مهمه، پس تو بنده حس اونا خواهی شد. مرحله دوم، زندگی در دنیای سایه ها. وقتی که بالاخره از دنیای بیرون قطع شدیم و فقط و فقط خودمون هستیم، حالا باید چی کار بکنیم؟ فقط و فقط تلاش. باید یاد بگیری که تنها کسی که بهش میتونی اطمینان کنی، تنها کسی که باید اون کار رو انجام بده، تنها کسی که باید به اون هدفی برسه که میخواد برسه، خودت هستی. هیچ کس دیگه اونجا نیست که بهت کمک کنه. هیچ کس نیست که عرق بریزه تا تو بدن خوبی داشته باشی. اون خودت هستی که باید این کار رو انجام بدی. اونجاست که یاد میگیری خودت باید هدفتو تعیین کنی، خودت باید برای هدفت تلاش کنی و در نهایت خودت باید به هدفت برسی. هیچ کس این کار رو برات انجام نمیده. فنجون ذهنتو خالی کن، دوباره ذهنتو اونجا از نو بساز. باید ببینی چطور میتونی توی استرس کار کنی. باید ببینی چطور میتونی از زندگیت از لحظه به لحظهش استفاده کنی. سعی کن فقط و فقط حداقل یک قدم به اون هدفی که میخوای روزانه نزدیکتر شی. ذهنتو دوباره برنامه ریزی کن. یاد بگیر که توی زندگیت یه بالانس رو رعایت کنی. بالانس یعنی از نظر فیزیکی، از نظر ذهنی، در طول روز چیزهای مختلفی داشته باشی. فقط کار نیستش، فقط ورزش نیستش. باید همه چیز رو در کنار همدیگه رعایت کنی. باید دونه به دونه هدفهای مختلف رو رعایت کنی تا به همه هدفات برسیم. ما فقط شمشیرزن یک دست نمیخوایم، ما میخوایم که همه اهدافمون رو واقعا بهش برسیم، نه اینکه فقط توی یک مسیر خوب بشیم و از کارهای دیگه جا بمونیم. یادت نره تنها کسی که میتونی اینجا بهش تکیه کنی خودت هستی، چون تو باید اینقدر توی دنیای سایه ها بمونی تا با موفقیت بیای بیرون. مرحله سوم، ظهور دوباره. خیلی وقت اصلا رفیقات نمیدونن تو زنده‌ای، مرده‌ای، هیچ خبری ازت نیست. رفتار و تعاملشون با تو کمتر و کمتر شده.
نمیدونن تو داری چی کار میکنی، کجای کاری، ولی تو هر روز لول آپ کردی، تو هر روز روی خودت کار کردی، تو هر روز از نظر ذهنی بدنی قوی و قوی تر شدی و حالا وقتشه که خودتو به دنیای بیرون نشون بدی. وقتشه که از سایه ها بیای بیرون. میخوای که خودتو برای دنیای پیرامونت باز کنی، میخوای که نشون بدی که تو یه آدم موفق هستی، ولی یهو به خودت میای میبینی که اصلا دیگه رفتار و طرز تفکر و نظر دیگران اصلا دیگه برات هیچ اهمیتی نداره. تو دیگه برات مهم نیست که رفیقات بهت حسودی کنن، افتخار کنن یا هر نوع حسی بهت داشته باشن. تو دیگه کلا اهمیت نمیدی کل دنیا چی فکر میکنه. تو برای تصمیمات خودت تصمیم میگیری، تو برای تصمیمات خودت میجنگی و تو به هدفات خودت میرسی. اینکه دیگران تصمیمات و نظرات تو رو دوست داشته باشن دیگه برات هیچ اهمیتی نخواهد داشت. و وقتی به خودت میای میبینی که تو اصلا دیگه دنیای سایه ها رو نمیخوای ترک کنی. تبریک میگم، تو با سایه ها یکی شدی. به دنیای جنگجوهای وان من آرمی خوش اومدی. از موفقیتات لذت ببر.